جوری زدن که در خونم معلومه چارچوبش داشت کنده میشد. به اندازه 2-3 کیلو خورده آهن که زنگ زده از توی در ریخت پایین. اینجوری میزد با لغت به در، میخواست در رو بکنه. من در وا کردم رفتم براش. زنگ نزدی به پلیس که مثلا اومدن؟ چرا؟ دخترم هی زنگ میزد 110، ولی خب متاسفانه به خاطر اغتشاشات نیومدن. شیشه رو شکوندن، شیشه پنجره خونم، پرده پنجره رو از بیرون کشیدن کندن بردن، شیشه رو شکوندن، هی از بیرون فوش میدادن، سنگ پرت میکردن داخل. من رفتم بیرون، خواهر بزرگی رفته بود جوانایی که سطل زباله و اینا رو آتیش میزدن، یه 10-12 نفر رو آورد بود. من که رفتم بیرون میگم چه خبره، اینا ریختن رو سر من، شروع کردن مشت و لغت من میزدن. من نگاه میکردم اینا کیان، نمیشناختم. گفتم شاید فامیلاشونن. خلاصه دیگه زن و بچه‌ام که اومدن اونا رو هم زدن.